طرز به قید گرفتن پایزون از خطای زکس کردن. سلام علیکم دوستان، برای شما در ویدیو پیشینه طرز اسکچات کردن پایزون نشان دادم. در این ویدیو طرز به قید گرفتنش نشان میدم. ویدیو را تا آخر تماشا کرده پادپیس لایک فراموش نکنید. به برنامه پایزون می‌داریم. در همین کانال پایانگی می‌جخیم. و اینجا کد دولت انتخاب کنید. جایی که پلوس 86 هسته، پلوس 992 یا پلوس 7 میمونه. در اینجا تاجیکستان نیست، پلوس 992 نیست، فقط پلوس 7 انتخاب کنین. ای روسیه. اینجا دو تا پلوس 7 هست، قزاقستان و روسیه. شما در همین خطا نکنین. حتما پیرواد کرده بعدا پلوس 7 مونین. از هم آخرانگی میایم پلوس 7 انتخاب میکنیم. بالاگیش قزاقستان است. پایان میایم، پایانگیش میشوه روسیه. و آدمایی که در تاجیکستان هستند میتونن با واسطه ویچت به قید گیرن. یعنی همین. در اینجا رقممون رو میزنیم. در این کلوله گلشکن میگذاریم و کنوپکه رو میجقیم. و تلفنمون باید کد بیاید. وقتی جقیدیم انتظار میشیم که کد به تلفن ما را بیاید. در جمعیت همین صورت هم باید جا به جا گذاریم. چه خیلی که ما میگیم شما هم خیلی کنین. تمام شد. الکی کد انتظار میشویم. کمی صبر میکنیم تا کد به ما بیاید. صبر میکنیم و عقیب نمیگردیم. در یکم با ما کد ناومد، ما یک بار دیگه پفتار میکنیم. همه کنوپکه پایان دیمگیش هم میجقیم تا کد برای ما پفتار شوه. باز همه خونچه را توغری میکنیم. کد انتظار میشیم تا بیاید. یا با ما زنگ بزنن یا در واتساپ ما کد میآید. اگه با ما زنگ زدن ما میتوانیم را برداریم با واسطه جلسه‌های گوش کنیم که کدام رقم میگه. اگر از اینجا نفهمیده در واتساپ دارین، حتما در واتساپ تون کد اومده. ای واتساپ گرفته زنین. تمام برنامه پایزون به قید گرفته شد. در اینجا با ما توفه میدید، یعنی کشبک میدید. ما میتونیم که با این استفاده بریم و ارزانتر محصولات را زکس کنیم. و اینجا مرد یا زن بدون انتخاب میکنیم که او مرد یا زن.
тамом барномаи мо бо муваффақият кушода шуд. барои заказ кардан аз Хитой, Турсия ва Америка метавонед ба WhatsApp ё Telegram мо нависед. мо кӯшиш мекунем ба ҳама нозукиҳояш нишон дода то заказ додан ба дастон расидана кӯмак кунем. видео маъқул шав подписа савлайка монда ба дигарон равон кунед ва видеоҳои дигари моро интизор шавед.